سلام، یادتان است هفته پیش ما درآمد فیسبوک خود را برایتان نشان دادم. 39 دلار بود و یک وعده هم برایتان دادم که درآمد فیسبوک خود را از 39 دلار به 1000 دلار میرسانم. او هم در یک هفته گفتم، اگر نرساندم چینل مرا ترک کنین گفتم. و ها یک وعده هم برایتان میتونم. فعلا درآمد ما چند است؟ 39 دلار است. درست است، در یک ماه 39 دلار. در یک هفته اینمی درآمد خود را ما به 1000 دلار میرسانم. اینمی وعده ام است. اینجا تاریخ هم برایتان نشان میتونم. امروز تاریخ چند است؟ 3 نوامبر است. 7 دسامبر یا 8 دسامبر دوباره ویدیو میگیرم. اینمی درآمد خود را برایتان دوباره نشان میتونم. ببینین که از 39 دلار ما به 1000 دلار میرسانم یا نمیرسانم. خب قسمی که قول داده بودم 7 دسامبر روز شنبه دوباره ویدیو میگیرم. گفتم امروز 7 دسامبر و روز شنبه ساعتم 4 بجه است. اینجا اسکرین گوشی محمد درآمد خود را دوباره برایتان نشان میتونم. ببینین که من در یک هفته البته درآمد لحظه به لحظه خود را برایتان نشان میتونم. مثلا در 1 دسامبر چند دلار درآمد کردیم، در 2 دسامبر یعنی روزانه چند دلار درآمد داشتیم، همیشه برایتان نشان میتونم. درست است. اینجا اسکرین گوشی محمد، اینجا من فیسبوک خود را باز میکنم و درآمد خود را برایتان نشان میتونم. و بعد از خودتون تصمیم بگیرین که آیا کار کردن در فیسبوک و یوتیوب و تیک تاک ارزش دارد یا مزدوری مردم میخواین بکنین. خلاصه اینمی. اینجا فیسبوک خود را باز کردم. درست است. این حال میایم در پروفایل فیسبوک خود. این صفحه فیسبوک ما 1,51,000 فالوور داشتم. فالوور مرا ببینید 12,000 فالوور هم گرفتیم. 1,63,000 فالوور شده فعلا. در یک هفته 12,000 فالوور گرفتم. این حال میریم درآمد خود را چک میکنیم. اینجا 3 داشبورد است. بالش کلیک میکنم و اینجا درآمد مرا نشان میده. من برایتان نزدیک میارم. ببینید 680 دلار در یک هفته. 39 دلار بود ولی در یک هفته درآمد خود را افزایش دادیم. اگر اینمی بازدیدایی که در یک هفته ما در فیسبوک گرفتیم، امی بازدیدا اگر از خارج می بود درآمد ما 6000 دلار میشد. متاسفانه درآمد ما از افغانستان و ایران بود. درآمد ما کم است چون در افغانستان و ایران که است تبلیغات نمیاد. از این خاطر درآمد ما کم شده. اینجا بالای درآمد خود کلیک میکنم. همه درآمد لحظه به لحظه خود را برایتان نشان میتونم. گفتم ببینین اینجا که است اونمو روزی که من ویدیو گرفتم درآمد ما 39 دلار بود، همون روز 76 دلار شد. درست است. این 1 دسامبر است. درست است. 2 دسامبر میبینیم. 2 دسامبر ببینیم چند است. اینجا میایم 2 دسامبر میبینیم. 2 دسامبر که است 96 دلار و توتال خلاصه اینجا که است 680 دلار. یعنی به وعده خود ما عمل کردیم، درآمد خود را افزایش دادیم. اگر گفتم که بازدید ما از خارج می بود، این درآمدی که اینجا میبینید 680 دلار شاید 6800 دلار میشد. متاسفانه بازدیدای ما از افغانستان و ایران است. درآمد من باز پایین است چون تبلیغات نمیایه اونجا. این حال میریم و این حال در پایین میایم. ببینید اینجا تاپ کانتریز میگه افغانستان، ایران، ترکیه و پاکستان است. اگر ویدیوهای ما از خارج بازدید بگیره باور کنید اینمی درآمدی که ما در یک هفته 680 دلار درآمد کردیم 6800 دلار میشد. این حال میریم از کدام ویدیو هم ما درآمد کردیم اونم ویدیو را هم برایتان نشان میتم. این ویدیو است. ببینید این ویدیوهای نجیب بروت است، یعنی ویدیوهای مرحوم آصف جلالی است، ویدیوهای شبخند. خلاصه گد و ود از ویدیوهای مردم درآمد کردیم. از یوتیوب دانلود کردیم، از تیک تاک دانلود کردیم، در اینجا اپلود کردیم، از اینستاگرام دانلود کردیم، در اینجا اپلود کردیم و خلاصه بگویم در یک هفته 680 دلار درآمد کردیم. ببینید این حال ویدیوها را برایتان نشان میتونم که از کدام ویدیو هم ما درآمد کردیم. از اینجا میبریم دوباره 3 داشبورد است، بالایش کلیک میکنم. اینجا بالای درآمد دوباره کلیک میکنم تا مو ویدیوها را برایتان نشان بدم که از کدام ویدیوها بیشتر درآمد کردیم. پایین میایم. از ویدیو نیلوفر رحمانی 48 دلار در یک روز ببینین دسامبر است و 38 دلار هم از ویدیو غزل عنایت است. این ویدیو است. یک بار برایتان نشان بدم. ببینین و هم 1 دسامبر است. ببینین تاریخش هم برایتان نشان میده. یعنی 46 و 38 اگر جمع بکنیم چند میشه؟ تقریبا 80 چند دلار میشه. خلاصه هدف این ویدیو ما تشویق شما در فیسبوک است. کسایی که فکر میکنه فیسبوک پول نمیده، اگر بتم خیلی کم میده، گفتم که برایتان یک بار درآمد فیسبوک نشان بدم و این حال بازدیدایش هم برایتان نشان میدم. می تو فکر نکنین که بازدید ما زیاد است. نه خیر. اینجا بالای سیال کلیک میکنم. نه ویدیو را امروز اپلود کردم 224 نفر بازدید کرده. ایرا 800 نفر، 500 نفر، 26000 نفر، 800 نفر، 500 مچم چند نفر، 17000، 45000، 71000. یعنی 1 لک بازدیدم نگرفته ویدیوهای ما. اگر
1 لک و 2 لک و 5 لک بازدید بگیره، باور کنین که درآمد من چند هزار دلار میشه. فقط خواستم برای او کسایی که هنوزم فکر میکنه که فیسبوک پول نمیده، اگر بته هم خیلی کم است، یعنی ارزش از زیر نداره که وقت خود را ضایع بکنین، برایتان گفتم یک بار نشان بدم تا شما خودتان ببینین و تصمیم خود را بگیرین که آیا مزدوری مردم میخواین بکنین یا هم در سوشیال میدیا فعالیت میکنین. در ویدیوهای بعدی کسایی که در افغانستان هستن، یعنی فکر میکنه افغانستان تحریم است، ایران تحریم است و از افغانستان ایران نمیشه که از فیسبوک درآمد کرد. درست است، من میفهمم افغانستان تحریم است، ایران تحریم است، مونتایزیشن فعال نیست، ولی راههای دیگه وجود داره که انشالله در ویدیوهای بعدی برایتان راهنمایی میکنم. همیشه با چینل افغان آنلاین تیپس باشین. راههایی را که من برای شما آموزش میدم برادرم خبر نداره، خب چینل سابسکرایب بکنین. درست است، میبینیم انشالله در ویدیوهای بعدی. تا ویدیو بعد، خدا یار.